خطرین، بعدش رفیقتون میمیره. تو این ویدیو میریم سراغ فیلم اکشن و جذاب خشم مردانه. نقش اصلی این فیلم رو بازیگر سرشناس فیلم‌های اکشن هالیوود جیسون استاتهام بازی میکنه. جیسون در نقش اچ یه شخصیت مرموز و سرده که به دنبال انتقام از قاتل پسرشه. داستان از اونجا شروع میشه که سارقا به ماشین حمل پول دستبرد میزنن. از فضا اچ با پسرشون اطراف بودن. اچ از ماشین پیاده میشه تا بره چیزی بخره. وقتی برمیگرده سارقا پسرشو میکشن و خودش هم زخمی میکنن. خشم انسان. اچ قیافه اون کسی که پسرشو کشته رو به خاطرش میسپره. بعد از 3 هفته‌ای که اچ تو بیمارستان بستری بوده، وقتی میاد بیرون به دنبال قاتل پسرش میگرده و با سرنخایی که به دست میاره میفهمه که اون سارقا توی شرکت حمل پول به نام فورتیکو کار میکنن. اچ به خاطر اینکه اون قاتل رو پیدا کنه میره تو اون شرکت مشغول به کار میشه. این سارقا گروهی بودن که قبلا سرباز و تفنگدار آمریکایی بودن و در افغانستان و خاورمیانه میجنگیدن و چون درآمدی نداشتن از تعلیمات نظامیشون در جهت سرقت استفاده میکردن. گفتم پولا رو بنداز پشت وانت. این سارقا یه نفوذی تو شرکت فورتیکو داشتن که اونا رو از اوضاع شرکت و اینکه این ماشینای حمل پول چه وقت به کجا میرن رو به اونا اطلاع میداده. این نفوذی یکی از مسئولای رده بالای شرکت فورتیکو به اسم بولت بوده. صبر کن همینجا یه لایک بزن تا بریم بقیه‌اش هم بشنویم. بالاخره تو یکی از ماموریتایی که بولت و اچ باید پولا رو حمل می‌کردن، بولت به اچ میگه که همه اون سرقت‌ها کار اون بوده و ازش میخواد با اونا همکاری کنه. اچ به خاطر اینکه سر از کارشون در بیاره قبول میکنه و چون تو ماشین حمل پول بودن از اونجا میره پیش دوستاش رو به شرکت دستبرد میزنن. بعد از یه درگیری سخت و طولانی سارقا همه پولا رو برمی‌دارن و فرار میکنن. در راه فرار یکی همدیگه رو میکشن تا اینکه یکیشون باقی میمونه. اونم کسی بوده که پسر اچ رو کشته. زیادی کندی. جان که آخرین بازمانده از این سرقت بزرگ بوده با پولا فرار میکنه و اچ که به دنبال این قاتل فراری بوده بالاخره پیداش میکنه و پنهانی وارد خونش میشه. نمیخوای جواب بدی؟ و همونجا با شلیک چند گلوله به زندگیش پایان میده. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. من که از این فیلم خیلی خوشم اومده. نظر شما چیه؟ اگر میخوای ببینیش چقدر کامنت ها واسم بذار. اگرم قبلا دیدیش نظرت رو برامون بنویس.